اینا رو میبینی آقای رنگو؟ دوست و همسایه های من. اینجا زندگی سخت نیست، اصلا سخت نیست. اینا رو میبینی آقای رنگو؟ خیلی از اینا نمیدونن اصلا اسم رئیس جمهور و وزیراشون چیه، چون اصلا اخبار نمیبینن، چون اصلا لزومی نداره که ببینن، چیزی تغییر نمیکنه. اینا رو میبینی آقای رنگو؟ اینا لازم نیست 1 سال تو صف ایران خودرو باشن که بعد 1 سال شانسی با قرعه کشی بتونن یه پراید بگیرن. اصلا نمیدونن صف چیه، صف مرغ و گوشت و تخم مرغ چیه. پدراشون هم دست خالی خونه نمیان. اینجا رو میبینی آقای رنگو؟ سر چهارراه اینجا بچهای 4-5 ساله CD و فال تو هوای سرد نمیفروشن. میدونی چی آقای رنگو؟ اینجا پلیساش مردم به خاطر حجاب نمیکشن یا زندانیشون نمیکنن. حالا یه چیز جالب‌تر بهت بگم آقای رنگو، همه اینه که بهت گفتم برعکس کن، ایرانو میبینی. بیهوشم درد میجوشه تو خونم، میل به بودن سلولم سرد، تنمو با سرما سوزوندن، تاریکی کورم کرد اما تنهایی صبورم کرد، هم گس هم شورم تلخ نرفاب تا تو غیب بمونم.